مرا محبت تو کشت، منم اسیر آن نگاه. مگو مگو سخن درست، مگو که عاشقی گناست. مهرانشاه بخیر است؟ تب داری؟ به من اظهار محبت کرده ایستاده ای؟ نه، من به تو اظهار محبت ندارم. من تمام عاشقان را 14 فوریه و روز عاشقان تبریک نموده ایستادم و به آنها آرزومند هستم که عشق پاک داشته باشند و به وصال هم برسند و یک عائله سالم داشته باشند. و امروز ما ساکنان پایتخت پرسان میشیم که آنها 14 فوریه روز عاشقان را جشن میگیرند یا نه و یا به عشق حقیقی باور دارند. رفتید، ما را همراه باشید. چهاردهم فوریه روز عاشقان را جشن میگیرند؟ بله، اب همه گیریم جشن. با دوست داشتنتون چه میکنید؟ اگون بوکت شکلات اگون شکلات کم. خلاص دیگر فهمی باشم عشق همش میشه. سلام. شما روز عاشقان را جشن میگیرید؟ نه. جشن. بله، سلام. من تنها با مادرم توفا میکنم. در روز عاشقان؟ بله، چون که دوست داشتن من تنها مادرم است. من فکر میکنم که روز عاشقان را همه روزه من استقبال میگیرم، جشن میگیرم. برای من این یک روز مخصوص نیست. همه روز عاشقان است. و خصوصا در همین روز عاشقان یگان تحفه انتظار هسته؟ تحفه من انتظار نیستم، لیکن همه ساله تحفه میگیرم. مثلا چی تحفه میگیری در این روز؟ بیشتر گل، جواهرات، عطریات، همین گونه. نفرانی که شاید باور نکنید برای من تحفه پیشنهاد میکنن یا روان میکنن، بسیاری آنها را تا حال نمیدونم. این گونه تحفه ها به من از شخصانی مخفی میآید. شما به عشق حقیقی باور دارید؟ البته باور دارم، برای اینکه اگر عشق نمی بود شاید امروز ما و شما نمیشدیم، امروز انسانیت نمیشد. همه ما و شما این میوه عشق هستیم، مهر محبت هستیم. محبت هست، عشق حقیقی هست. آن رو فقط احساس کرده توانستن، دوست داشته توانستن. نفری که برای تو از خودی تو هم عزیزترین است، البته همین چیز البته عشق است، عشق حقیقی. 14 فوریه روز عاشقان را جشن میگیرید؟ نه. برای چی؟ من عاشق نیستم. روز عاشقان را جشن میگیرید؟ تا این روز جشن نگرفتم. و امسال چی؟ نمیدانم، شاید. از یکم از تحفه انتظار هسته؟ ها، بله. چی تحفه انتظار هسته در این روز؟ شاید گل، شیرینی، جواهرات، خانه، ماشین. هرچند شما زن باشید هم به یکم از تحفه هدیه کردنی هسته؟ نه. ما راستی دوره دانشجویی در جشن میگفتیم از اینه از قفای زندگی دیگه همین روزا را فراموش کنیم. چی تحفه کردنی؟ یکم چلای طلا نصیب باشه. با کی هدیه کنم؟ امروز اساسا مردها به زنها هدیه میکنن. با فکر شما عشق حقیقی امروز وجود دارد؟ نه. چرا؟ بسیار مردها ساختکاری میکنن، گویا دوستت میدارم، گویا با تو این میکنم، با تو آن میکنم، اما برای ما زنها هدیه ها مهم نیست، برای ما مهر و محبت مهم است. تنها مردان بود هوس هستن یا زنان نیست؟ هر دو. امروز هر دو شده. نه برای که دوست داشتن ندارم. شما 14 فوریه روز عاشقان را جشن میگیرید؟ ها بله. با دوست داشتنتون چی تحفه کردید؟ با دوست داشتم تحفه کردنیم همین کتاب. میخوای دوست داشتنتون برای عشق چی کنید؟ میخوام دوست داشتم برای من محبتش رو هدیه کنم. دیگر یگان چرا چیزم بس کتاب رو انتخاب کردید؟ برای که من اگه بسیارتر وقتی خودگی خود رو برای خوندن کتاب‌های بدیعی استفاده میبرم. با فکر شما در تحفه کتابی که میکنید او خرسند میشود؟ ها البته برای که چیزی که من دوست میدارم، اون چیزی که من میخواهم دوست میدارم، او هم برای خوشبختی البته که میخواهم. روز عاشقان را جشن میگیرید؟ البته. و در این روز چی تحفه انتظار هسته؟ من گل. از کی؟ از شخصی که با من گل میفرسته. شما خودتان انیز با او یگان تحفه کردنی هسته؟ نه، متاسفانه نه. چرا؟ برای اون که من دختر هستم، یعنی در عرفیت ما زیادتر به زن تحفه میگیرم، به مرد نه. نواره میدونید من از پرسش‌های موزه به خلاصه آمدم که در جامعه ما حالا هم عشق حقیقی وجود دارد و من فکر میکنم در زندگی عشق برای آنهای دروغ است که دوست داشتن نمیتوانند. بله درست میگویی مهرانشاه، در حقیقت حالا هم عشق پاک وجود دارد و یک بار دیگر این روز رو به کل عاشقان تبریک میگوییم.